بریم با هم مجموعه هزار دستان تو محله قدیمی جنت رو با هم ببینیم. جایی که پرتت میکنه به 100 یا 200 سال پیش، با مدیریت آقا افشین و شنیدن خاطرات شیرینش از تهرون قدیم.
اولین بار که پدر من تلویزیون خرید بود، ما خونم تلویزیون میشید، بچه های محل همه جمع میشدن میمدن خونه ما میشستن به تلویزیون نگاه کردن، همسایه ها میبینن خاله گفته ها واسه یه ساعت تلویزیون اونا کلی برفک میگیریم. آره اما از زمان برفکش میشستیم نگاه کردن. وقتی برنامه شروع میشه اول سرود شاهد، اول اون گریه میمد و رنگرنگا و اینا یه نیم ساعتی اون بود، بعد دوی سرود شاهد شدید بعدش از سریال تلخ و شیرین و مرد 6 میلیون دلاری نگاه کردیم. اون موقع که تازه اومده بود این فیلم ها نبود، اون اوایل مثلا فیلم دکه سوار بود، بیشتر هم خارجی بود دیگه. بعد این یه بابایی رو دیالوگ میزد، اونو زیاد میزاد، فیلم سریال یک تصور میزاد، اون هم همه ترخوشیدی مرگوشیدی بیو ارکار نبود، یعنی ایران اصلا سریالی نبود. جوبای کنار چیز اسفالت نبود، از این بلوتولوکا نبود، خاکی بود. خاکی بود. بعد اون وقت کنار این جوب یک چیزایی مثل چمن در میدن، آب و وقتی می‌ریختن ما هفته یه بار آب می‌گرفتیم دیگه، آب رو می‌ریختن هفته یه بار آب می‌گرفتیم، دوز و آبنبار و کنار آب می‌گرفتیم. واقعا نشستن کنار اون جوب و دیدن اون آب و حالیمون نبود، ولی الان وقتی یادمون میاد که چرا اینقدر ما اونجا رو دوست داشتیم. همه چیز صفای دیگه دیگه ما پسر بودیم دیگه، شهر بودیم و اهل کتک و کتککاری، بازی کمربازی داشتیم، نمیدونم علیک کلک داشتیم، استخون بازی داشتیم. استخون بازی همونه که دو تا استخونه تا چسب میندازی قاپ و نه اون بهش میگن قاپ بازی. قاپ بازی. نه استخون بازی یه استخون قلم گوسفند رو میذاشتیم به دو تا آجر، بعد اینجوری میزدیم با چوب زیرش بلند میشد رو هوا، میزدیم این طرف ها رو مقابل باید میگرفتن. محمد کاسبی بود و نمیشه. آره. اون یه زخم داره اینجا کار من بود، یکی از همون زدم اومد گل میگیره. اومد این یه ننهی داشت بهش گفتن سکینه خانم، همینجور که خونین مالی رفت در خونه مامانش شکایت کردن، ننهش آمد گفت کدوم زمین مرده این بچه من زدن؟ من گفتم اون بازی میکردیم من زدم اینا. دست انداخت من این یه بره اینجوری بغل کرد که منو ببره سمت خونم و این شکایت منو به خانواده بکنه. هم مادر و هم پسر رو زخمی کردی. بعد خدا بیامرد سالها بعدش، شاید مثلا 20 سال بعدش من رفته بودم محلمون بچه ها ببینم، بچه ها رو ببینم یادی از قدیما بکنم، این جلوی خونهش با چند تا زن نشسته بودم داشتن چیز می‌کردن، تا منو دید دست دارم چیزی باشه روزگار بود دیگه. در مورد تهرون صحبت میکردم که اون موقع ها واقعا از این سر تهرون تا اون سر تهرون راحت میشه 1.5 ساعته رفت با دوچرخه. میرفتیم یک استخری رو بهش میگفتن استخر اربنیا تو سرسبیل، میرفتیم اونجا یه استخر بزرگی بود، آب قنات میمد از توی استخر رد میشد، واقعا این عشق چیز زد. همین رفتیم اونجا شنا میکردیم، ما دوباره اونجا سوار دوچرخه میشدیم، دوباره مولوی میرفتیم اونجا 4-5 بستنی اکبر مشتی میخوردیم و برمیگشتیم محلمون.
اون سر محل هم سیراچیز فروشی بود، در این گاهی ها بودن سیراچیز میخوردیم، گاهی بود اون موقع. آخر شب هم فالوده میخوردیم، فالوده باز همون فالوده شیرازی بود. صفایی بود دیگه. صفایی بود آره. بکنید از مولوی، خونه پدر بزرگم مولوی بود. میرفتیم اونجا که ساکن بودیم، میرفتیم تهران، بعد میرفتیم چهارراه گلبندک بازار، صبح میرفتیم بازار تا از 6 ساعت دم غروب که مغازه ها میبستن. آره دیگه بود. کلیتاوی نایب اونجا بود. ما هر موقع میرفتیم بازار کلیتاوی نایب رو میرفتیم. از چلو کبابیش بگیری تا فلافل سر مرگیش و کوچه هاشو. آره سر کوچه عربا یا آره کوچه مرگی. کوچه مرگی آره. ناصر خسرو. روبرو شمس الدوله. بدرود تا کوچه و پس کوچه‌ای دیگر.